که من گرفتم آوارم، ماسمالی شده همه کارم. ترسم از سرنگونی محتوم، ریزشی در درون خود دارم. دکتر استراتژی بشه تا درد ناجور در درون دارم. همه شب تا به صبح بیدارم، گرچه نه عاشقم نه بیمارم. ناکس تو که شب تا صبح بیداری، عاشقم که نیستی، مریضم که نیستی، خب پس دزدی دیگه. اعتراف کردی. آی دکتر اینجا دیگه ومیستم جلوت، چون عظما پشتمه. این آواز راجع به من نبود. تو مصرع اول میگه گفت عظما، پس طبق استنتاج شما دوز اصلی مقام عظما است نه من. ناکس فکر کردی نوبرش آوردی؟ الان هر دوزی رو میگیرن، از اون تبری تا زنگنه، از اون جهانگیری پینوکیو تا اون صادق ریزه لاریجانی، تا دوزیشون رو میشه میگن امضا مال من بود، ولی مقام عظما از اول تو جریان بود، خودشم شریک بود. آی دکتر همیشه هم حرفشون درست در میاد. آره. ولی شما نمیتونین شرط استئذان از مقام عظما یا مقام معزول از جانب اونو ندیده بگین. نه کس میرم صبر کن بزن کنار. فکر کردی من با 4 تا کلمه اینطوری قلم به سلم با میدون در میرم بیرون؟ ممکنه هیچیشو نفهمم، ولی میدونم که خودت هم نمیفهمی تاکتیکت. ناکس مرحوم ابوی همیشه میفهمودم. بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودم. هر وقت تو بحث کم آوردی به طرف بگو قیاس مع الفارق نکن. درسته نمیدونی یعنی چی، ولی اونم نمیدونه. واسه اینکه کم نیاره نمیپرسه مع الفارق یعنی چی، بعد تو بحث برنده میشی. همین بحث استئذان و اینا رو که الان گفتی معنیشو نمیخواد بگی، پیشکش. خودش یه بار دیگه بگی برنده ای. اختیار دارین دکتر، من با شما درگیر نمیشم. شما استاد مایین، مثل آبشار که خودتون سقوط میکنین اماشو نمیدونم، ولی این آبشار سقوط میکنین. مردشونه تعریف کردنت ببرم. برو سر سوالات تا بیشتر ضایعمون نکردی. آیه دکتر نظام تو موضوع حقوق بشر کاری کرد که دیگه همونایی هم که قبلا هوامونو داشتن ولمون کردن. ظریف و با خفت و خاری آلمان و انگلیس و فرانسه هم راه ندادن. مجبور شدیم بگیم مشکلات لوجستیکی بوده. ولی عمه مقام عظما فهمید که در رو تو دماغ این ظریف بدبخت بستن. ولی کلا آسرو کردی با این سوالت. استراتژیکی که نگاه کنی اونا داشتن همیشه به ما میگفتن حواستون رو جمع کنین سرتون به باد نره. نظام میذاشت به حساب گردن کلفتی که چقدر ازش حساب میبرن. همه رو تاروند تا افتاد به این روزی که الان داری ببینی. این خودش گیجی درست حسابی میخواد که نفهمی طرف خیرتو میخواد یا نمیخواد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن. بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن طرف تو جاده داشت رانندگی میکرد میرفت جلو، یه ماشینی یا روبرو اومد سرش از پنجره آورد بیرون گفت حیوون، اینم برگشت گفت میمون. خودش حال کرد از حاضر جوابی خودش، برگشت ببینه اینی که حالشو گرفت دور میزنه یا نه. همون موقع یک خوک وحشی خورد تو شیشه ماشین، از جلو در و داغونش کرد. تازه فهمید که اگه شعور داشت اون موقع که اون گفت حیوون نمیگفت میمون، میگفت ممنون. بعدم سرعت رو کم میکرد عین بچه آدم. کاش اون میمون رو نگه میداشت واسه اینی که الان میخوام اسمشو بیارم. اسم کیو بخوای بیاری؟ آیا دکتر من حاضرم 80 تا بشقاب کثیف بشورم ولی گیر یه قابلمه سوخته نیفتم. کیه این قابلمه سوخته؟ کدوم قابلمه سوخته رو داری میگی تو؟ باقری معاون رئیسی که از جواد لاریجانی و سلامی هم احمق‌تره. این مترسه که گذاشتن آدما رو بترسونه، بسیجی رو ترسون. شورش نمیرسه که وقتی میگه براندازه 17,000 تا از نظام دراز کردن، این بسیجیه که قالب توی میکنه. ای دکتر علم روانشناسی ثابت کرده که خندیدن خوبه، قهقه خیلی خوبه، گریه کردن هم آدمو بالاخره آروم میکنه، ولی به باقری که میرسه فحش دادن یه چیز دیگه است.
مشنگ میخواد جلو خارجی ها مردم نمایی کنه، زد بسیجی ریزون را انداخت. بحث ریزش بسیجی شد آقای دکتر، یاد مانورمون افتادم که اینم یه جورایی همون طوریه. آره همه جا مانور میزنن اقتدار نشون میدن، ما هرچی مانور میزنن بیشتر دستمون رو میشه. اون از فضیحت مانور زمینی دریاییمون، اینم از افتضاح رادار که معلوم شد دفعه سوم افتتاح میشه. اینا شعورشون تو چه سطحیه که فکر میکنن هر دفعه رادار رو روشن میکنن باید افتتاحش کنن دکتر؟ کاش شعورم مدرک داشت که به هوای مدرکش هم که شده اقلا میرفتن یادش میگرفتن. عقلشون نمیرسه به اندازه‌ای که اختراع بکنی میتونی افتتاح بکنی. فوقش 2-3 برابرش. آره مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن طرف رفت سر یخچال شیر برداره، یخچال به حرف اومد، گفت داداش من گاو نیستم که یخچالم، قبلا با شیر بخری بذاری توش، الان برداری اینجا ببری. دکتر منتقل سب کن روشن شد یا نشد؟ یه نکته دیگه توجهتو به اون پروژکتور جمع میکنم، یکی دیگه هم میذارم که تلافی اون قبلی هم در بیاد. آیا تو با این ضرباتتون منتقل میشیم به یه بحث دیگه که بهتر بگم به یه بدبختی دیگه. وضع نظام طوری شده که وقتی داریم توی یه بدبختی دست و پا میزنیم، بدبختی بعدی داره خودشو گرم میکنه که بیا تو زمین. حرفت درسته. مریضیم که با این فلاکت و بدبختی کشتی میفرستیم ونزوئلا، جی پی اس خاموش، 3 بار اسم عوض کردن وسط دریا و دور زدن آفریقا به جای دور زدن تحریما، آخرش هم این کشوره که آویزونشون میشیم از ما چه مسئله حل میکنن؟ ونزوئلا که خودش 8 گرون نوشه، آویزون ما شده ای آخر کاری که بدوشتمون. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن گدایه به یارو گفت 100 تومن بده، طرف گفت 100 تومن هم کجا بود، گفت خب پس 10 تومن بده، طرف گفت فکر کنم خبر از اوضاع اقتصادی نداری، گفت به درک اقلا یه تیکه نون بده بیار بخورم، طرف گفتش که والا ندارم، گدایه گفت به تمرکم اینجا کنار دست خودم با هم گدایی کنیم. دکتر ولی به نظر میرسه این دکترین جدید نظامه. الان که نظامای دوستمون تو سوریه و لبنان و عراق پا در هوا شدن، بریم سراغ سرمایه‌گذاری تو ونزوئلا و کشورهای بدبخت‌تر. اگه گیر بیان که جایگزین بشن آقای دکتر. تاکتیکی اوضاعت بد نیست ولی استراتژیکی با این حرفی که زدی اورژانسی هستی. قربت برم اونا که پا در هوا شدن خودش یعنی عظما دیگه کرکوپرش ریخته، سفر تفریحی که نمیخوای بریم که این کشور نشد اون کشور، به فکر جانشینی اونا نباش، به فکر این مریض بدبخت باش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن با عرض میکردم بله میفهمودن زنه زنگ زد به اورژانس گفتش که به دادم برسید، بچم مدادش رو قورت داده، گفتن همین الان آمبولانس میفرستی، زنه گفت تا برسه چه کار کنم، گفتن که خب بگی با خودکار بنویسه. روشن شد یه همچی بذارم که خودکار و مداد رو با هم قورت بدید. آیا دکتر شما با این تمثیلی که گفتین یعنی این مریض بدبختی که حولش حرف زدین مقام تو علماست دوباره تمثیل میگی که من نفهمم چیه که میدون به در بشم، من از این کلمه میدون به در بشم.